صحبت از تورم کردم و شما جدی نگرفتید. دنده گوسفند یه استخونه یه چوسه گوش بهش چسبیده، کیلو 200,000 تومان. این باید دنده اتومات باشه ولی نباید اینقدر قیمت داشته باشه. دنده گوسفند یعنی چی کیلو 200,000 تومان؟ میخند دنبه. آقا دنبه چرا خودتو بزدی به اون را؟ دنبه دیگه ته گوسفند، دیگه گوسفند اونجا تموم میشه. دنبه شده کیلو 100,000 تومان. گوسفندی که عمود را میده دنبهش افق اینجوری. اینو من موندم که یک فیزیکدان رو میخوام بپرسم چرا گوسفند عمود میره اما دنبهش افق میره؟ به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، ladies and gentlemen، سلام. بسیار سپاسگزارم از اینکه منو ضایع کردین با این جواب سلامتون. چه انرژی اینجا موج میزنه. اگه منم میگفتم تراول ممکن بود خوب دست بزنید. اشکالی نداره. میدونید این کارهایی که شما میکنید علت داره. نه من شومن ضعیفی هستم و نه شماها انسان‌های بی انرژی هستید. موضوع اینجاست که ما اصولاً انسان‌های لجبازی هستیم. خیلی جالبه. در تمام دنیا روی مبل چارزانو بشینه. میخندی چون این کارو کردی. میدونی؟ عجیب غریبیم. همه چیمون با همه جای دنیا فرق میکنه. حتی مهمونی رفتنمون. مهمونی میریم. اصلا قبل از اینکه حال طرفو بپرسیم میگیم اینجا متری چنده؟ مترش. خب حالشو بپرس. چه کاریه؟ 24 میلیون تومان رفته پول میز ناهارخوری داده، میشینه رو زمین ناهار میخوره. خب برای چی اینقدر هزینه کردی؟ گفتم ناهار. یه موضوع یادم اومد. هیچ وقت حالا دقت کردید سر سفره غذا وقتی از اون طرف سفره شما درخواست نمکتون میکنی، طرف اول خودش نمک میزنه بعد میده به تو. یعنی تو قبل از اون نمیدونست نمک. افتخار نوازنده ای من خواهش. جوان هنرمند، البته اگر این دود بخوابه بهتر میبینینش، با اینکه جوان هنر رو خوب فهمیده، موسیقی رو خوب شناخته، آینده خوبی هم داره. نگاش کنید، خوشگل و خوشتیپ، دنبال یه دختر خوبم میگرده. برای من خودش که هنوز خیلی جوانه، من بدبخت بیچاره پیر پسر شدم، هیچ کی دیگه زنم نمیشه. من از شما عزیزان سوال میکنم، آیا شما خوبان در من ایرادی میبینید؟ خودت کچلی. اصلا کچلی عیب نیست. من نمیدونم از شما تعجبم چرا فقط به ظاهر توجه میکنین عزیزان. از قدیم گفتن ظاهرکم و باطنکم. اگر بنا به ظاهر باشه، از نظر ظاهری چهرتن و قیافتن من خیلی شبیه دکتر علی شریعتی هستم. برای چی خندیدید؟ در واقع من مسخره کردید، درسته؟ بزرگی میگه هیچ وقت در زندگی کسی رو مسخره نکنید، شاید اون از شما مسخره تر باشه. خب چه کار کنم؟ شبیه هم ظاهرا، اما من شومن ساده کجا؟ اون اندیشمند بزرگ کجا؟ زین حسن تا آن حسن 100 گز رسن. تازه من حسنم اون علیه. خیلی فرق ماجراست. همین دکتر علی شریعتی که ازش اسم بردم میگه که اصلا مهم نیست که شما چشمانی زیبا و نافذ داشته باشید، مهم اینه که شما نگاهی زیبا داشته باشید، بینشی زیبا داشته باشید. بیاد دکتر خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. عجیبه واقعا که خواننده این آهنگ به این قشنگی میخونه. این درسته؟ یعنی نه که بگی هم اسم منو میخوام ازش دفاع کنم. عزیزان جان، بیایم همدیگر رو به القاب زشت صدا نکنیم. یکی از دوستان 7-8 ماه پیش خرش مرد. 30-40 نفر از رفقاش جمع شدن گفتن این آدم ساده‌ایه، بریم دستش بندازیم. هی رفتن در خونش بهش تسلیت گفتن. اونم شاکی شد. شماها به کچلی من خندیدید در حالی که حتی من مطمئنم نمیدونید که کچل‌ها 3 دسته هستن. دسته اول کچل‌هایی هستن که جلو سرشون خالیه. اونها اهل تفکرن، خیلی فکر میکنن، مثل من. دسته دوم کچل‌هایی هستن که پس سرشون خالیه. اونها
در زمره خوشتیبترین و خوش لباسترین انسان ها مثل من. و دسته سوم کچل هایی هستن که از اینجا تا اینجا خالیه. اونا خیلی آدمای عجیبی هستن. اونا کسانی هستن که فکر میکنن که خوشتیپن. یکی از دوستانم چند وقت پیش مهمونی بود، گفت که مهمونی داشت تموم میشد و داشتن مهمونا خداحافظی میکردن. من عذرخواهی هم میکنم وسط صحبتاتون دارم حرف میزنم. من اینجوری نیستم اصولا، گاهی اوقات مجبور میشم. این رفیق ما گفت مهمونی داشت تموم میشد، همه خداحافظی میکردن. من دیدم یه پیرمرد، چون عزیزمو گفتم میخوام اینجا بگم، یه پیرمرد 85 ساله هی هاش خانومش رو صدا میکرد. دیدید که مهمانی ها تموم میشه 1 میلیون سال نوری طول میکشه تا خانم از مهمونی بیاد بیرون. آقا دم دره هی میگفت عزیزم، اصلم، نازنینم. میگفت خیلی برای من جای تعجب بود که چطور این در این سن و سال تونسته اینقدر رابطه عمیق عاشقانه با همسرش برقرار کنه که هنوز این رابطه داره محکم‌تر هم میشه. برام سوال بود، مترصد فرصتی بودم ازش بپرسم. تا اینکه موقعیت پیش اومد گفتم پدر جان عذرخواهی میکنم یه سوال. گفت بفرمایید. گفتم من دیدم خانم تو با عشق عزیزم صدا میکنی. این راز ماندگاری عشق بین شما و حاج خانم چیه که تونستید تا این سن و سال حفظش کنید؟ بعد گفت آهی از ته دل کشید و سر تأسفی تکون داد. گفت ای پسرم، چه عشقی، چه کشکی. در حدود 15 سالی میشه که اسمشو فراموش کردم، اگه بفهمه جرم میده. مجبورم عزیزم صداش کنم. خب من تشکر میکنم از این 2-3 نفری که دست میزنن. سایر عزیزان راحت باشن. میدونید شما انسان‌های بی انرژی نیستید، بهونه میارید. اگر بهونه‌تون آلودگی هوا بوده که چند وقتی که نزولات آسمانی جاری است، رحمت خدا جاری است و هوا لطیف شده، بیکران قشنگ شده. اگر بهونه شماها قیمت پرایده که امروز من شنیدم شده 9 تومن. ببین میخندی، برای جوک شده درسته؟ اما الان میگم 9 تومن برای یه چیز عجیب غریبه. به یکی از دوستانم در حدود 1 ماه قبل گفتم فلانی میدونی که پراید شده ملاک و معیار قیمت خودرو؟ گفت نه. گفتم به خاطر اینکه ما عادت کردیم کوچیک فکر کنیم. هیچ کس نمیاد بگه مازراتی چند، پورشه پانامرا چند، کاین چند، بنز چند. رفتی به پراید. یکی از راههای رسیدن به خدا پراید بود که اونم گرون شده. خب پراید میخریدی میمردی میرفتی پیش خدا. عزیزان من یک لحظه به خودم اومدم. احساس کردم شما از سادگی من دارین سوء استفاده میکنیم. ببینید هر چیزی یک نقطه تعادل، گندش هم در اومد. بفرما. البته این همش کار من نیست، بیشتر بچهای نورپرداز زحمتش میشن، رنگای دیگه هم دارن، حالا به موقع تقدیم میکنن. صحبت از پراید میکردم. بوگاتی ویرون محصول ایتالیا، یک ماشین اسپورت بسیار قدرتمنده، اندازه و ابعادش در حد پرایده، ماشین کوچولو جمع و جور. بوگاتی ویرون 1100 اسب بخار قدرت داره. اون وقت پراید 63 خر بی بخار. میخوام برم گلکسی نوت بخرم. حسن گلکسی نوت 2 برابر این بزرگیشه. گفتم گلکسی نوت برای برنامه‌ریزیش، برای کنتراست رنگش، برای سرعتش. گفت نخیر. گفتم برای چی میخوای گلکسی نوت بخری؟ گفت به خاطر اینکه تنها گوشیه که از سوراخ توالت رد نمیشه. خیلی متشکرم. حتی فیلمامون هم با همه دنیا فرق میکنه. در قسمتی از یک فیلم مادره ایستاده اینجا داره مثل ابر بهار گریه میکنه، پسره میره پدره رو بغل میکنه. حالا مادر واقعی خودشه تو هم فیلم، اما یه محدودیت هایی هست. 4 خصوصیت عمده فیلم های ایرانی. 1. از اول فیلم معلومه که آخرش چی میشه. امکان نداره در یک فیلم 2 نفر عاشق هم دیگه نشن. شما هیچ وقت در یک فیلم صحنه تصادف رو نمیبینی، فقط صداشو میشنوی، چون هزینه داره. یه دیالوگ تکراری حال به همزن
معمولا منشی با استراب استرس میاد میگه آقای رئیس من بهشون گفتم شما جلسه دارین خودشون اومدن